برایم بهترین مردی پدرجان، و صد مهرم بپروردی پدرجان. مرا با مهنت و نانی حلالت کلان کردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های عزیز، السلام علیکم مخلصان دوستداران شبکه شهنان. من امروز ما آمدیم همراه شما، همراهی همون کمپین خود جماعی خود برای تبریک کردن الهام جانمک و خانواده آنها تشریف آوردیم و آن لحظه ها را خواستیم پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران مهربان. اشتهاهای خوش میگوییم امروز روز خرسندی مبارک، اولین روزهای بهار مبارک. من امروز در این روزهای بهاری، در این کیفیت اعلا که با آمدن بهار یک انسان کیفیت جوانی را حس میکند، در این روز خرسندی پدر عزیزی خاندان، مادر مهربان و البته الهام جانکه و کاشا را به صحنه تقدیم میکنیم. مرحبا. همکچانی عزیز میخواستیم به نزد ما تقدیم کنیم. السلام علیکم الهام جانمک، امروزه زاد روزتان مبارک. مولود خجسته‌تان را صمیمانه تبریک میگوییم. خاندانتان مانند امروز پر از دوستان باشد، پر از نزدیکان باشد. همراهی خالجان عزیز عمری دراز بینید. چه نیت و آرزوهایی که دارید خداوند عزیز از پشت فرزندان اصیل عملی گرداند. ما شما را تبریک گویی آمدیم از نام 5 گل دختر نازنین، از نام یک شاپسر اصیل، از نام فرزندانتان که در شهر مسافرت در خارج بودند، از نام گلرخسارایتی، زهرایتی و مهرانگیزایتی شما را تبریک میگوییم. از نام دامادها، نبیره‌های شیرین بگذار برای انسانیت من 2 سال باز ما قدر و قیمتش ما میرسیم. یگانه چیز سلامتی بوده است. برای شما عمری درازی سعدیانه را، کیفیت خوش شخشقی خیامانه را تمنا داریم. تا دنیا باشد و از صف دوستان کم نشده، سری فرزند و نبیره ها و دعاگوی شده، شاهستانی طلایی انمی خاندان شده گرده. همراهی مادر عزیز دولت پاشا عمری دراز بینید، حاجی نام و حاجی بابا شده گشتن نصیب کنند. امروز بزمتان مبارک. امروز از نام فرزندان عزیز، از نام فرزندان اصیل، از نام دخترکان نازنین که پیغمبرم فرمودند که اگر 3 دختر را با وای رسانده صاحب عائله و صاحب بخت کنند، اگر کلید در جنت از آنها بوده است. اینها سن 5 دختر را با وای رساندند، صاحب عائله و صاحب بخت و صاحب کسب و کار کردند. خدا خواهد همان کلید در جنت را علمی دخترکان عزیز از آن شما میکنند. از نام فرزندان عزیز برای شما میرسانیم که در 2 دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. امروز دخترک نازنینتان گفتند که پدرم برسانید که من در وقتی خوردی خیلی که خطاکی ها کردگی باشم، اگر که غم داده باشم عذر میپرسم، اگر یگان کار دانسته ندانسته کردگی باشم عذر میپرسم. رحمت گوید برایشان که من میفخرم فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر هستم. من خوشبخت‌ترین انسان هستم که در سرم تاج طلایی هم هستم. یکی تاج یکی اشان نگین همین تاج سری ما هستند. میخواهیم که هیچ وقت پیر نشوند و همیشه مانند امروز جوان و بردادیر شده کردند. بزمشان مبارک. البته خالجان عزیز گفتند که 3 بار مادرت گوی پس از آن پدر. از نام دخترک نازنینتان، از نام فرزندانتان برای شما میرسانم. گفتند که شخصا از نام من همین شعر را برای مادرم رسانه. پشتیبانم، مهربانم، سرپناهم مادرم. پیش تو 100 سالها قرضداری جانم مادرم. روزهای کودکی رنجانده و کردم گناه،
در حق شیری سفیدت پرگناهم مادرم. آرزوهای دلم با تو با آسمان میرسد. به تو در این چرخ گردون بی پناهم مادرم. با برار از کار من آن وقت اگر دادی دعا، به دعایت نیست معنا در جهانم مادرم. این تو ای مادر که با من قدردانی میکنند، بعد مرگت پیش مردم نیست قدرم مادرم. مادرم من را ببخش بسیار عذابت دادم، غرق دریای گناهم پیش پایت مادرم. پشتبانم مهربانم سرپرستم مادرم. مادر مهربان، امروز روز خرسندی پدر را، امروز این بزم زیبای خاندان را مبارکباد میگوییم. حاضر پیش از همه سخنهای نیکی امروز مهمانان شنویدن، البته مادر عزیز خاندان یک امروز الهام جانمه که تبریک کنید کنیم. مرحمت. خدا همه وقت حالا اینکه خوش آمدتان پدر گوییم فرزندان رحمت کردم، همین تشکیل ترشون همه وقت سرکوی مسافری بس سوق سلامت گرفتم. خداشون پناهش به همونجا بری دارد همه فرزندان ما اینجا و فرزنداشون پدر مادرش این پدرس و مادرشون همین هستن، همین پدرس و مادرشون هستن. همراهیم همونجا باید تینج گشتیم، همراهیم همه وقت سوق سلامت گردم. خوش آمدم پدرگوی ما هم خشته بوریم خشته بوران پدرس و مادرس درون رحمت کلان حکومت کده اومدگیاشون و این خوجه من خدا صد بدرون زور حلاوتی فرزنداشون بینن، همه وقت سوق سلامت گردن. خدا هر بچه کما برکت یدون، همه وقت سوق سلامت گردن. بچه کما مونم حضور حلاوتی این بچه همونه بینیم. رحمت دولت پادشاه، من امروز چند سال شد که همراهی امنجان آیله بسته؟ چند سال شد؟ 80 سال گذشته. 41 سال ده؟ 41 سال 42 سال شده است. امنجان میدونن آن روزهای تاریخی بودن. من مابین 42 سال و صاحب این خیل فرزند، صاحب این خیل خرسندی ها شده. در این وقت ها فقط راستش میگفتگیش، در این وقت ها گل توفه میکردن. می فقط زادروز و هشتای وقت هم خیل بودیم. گلا توفه میکردن می؟ من امروز هم فرزندان گفتن که پدری من یک پدری با اعتبار هستند. در روز عیدشان در زادروزشان برای مادرم یک دستگل زیبا را از این پدرم رساندید. گفتن مرحمت الهام جانمک ما میدهیم برای مادر مهربان میسپارند. زادروز مبارک، مولود خجسته را مبارکباد میدهیم. البته این کلام الله برای شما میکشویم در نزد مهمانان. برای پدر عزیزشان شوید علم خاندان است زیبا شود. مبارک باشد. حاضر مادر جان عزیز الهام جانمک هم گفتند که ما همه میبینیم هر جا با یک شعر زیباتون هست. همون انای من انمی خاله جانتان با خونید می ارزد. وقتی یک جوانی ما یک خاطرتان با بیاره گفتن و لایق بزرگ همخی فرماندگی که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت کی باشد تو را هرگز نخواهم داد برکس. هم تو میامد جان؟ رحمت راست بگذار الان خیلی از صفحه دوستان هم نشدن، الان خیلی زیبی خاندان شده. فقط روستای خرسندی ببینیم. با در اینجا یک توفه ارزنده و زیبنده است، جای نمازی زیبا از دام فرزندانتان یک خرسک میزنیم بسپاریم. مبارک باشد. مبارک باشد. حاضر در اینجا میبینیم که از دانکش هم مغز شیرین نبیره ها در اطرافتان پروانه. تبریک میکنیم می بابا جان و آنا جانشونه کنی کی سر میکنن شعرها از یاد کدگی می مرحبا. Ёлочка, ёлка весной аромат, очи ей بابا جان هم خدمت دارم. بابا جان سر بداریم.
Babacanan Xatbadaron. Rahmat. این کس رو دیمت. رحمت در اینجا میبینیم که پدرها هستند، مادران هستند. احنا احمد جان شروع تبریک کنیم. تنی در اینجا اومدن برای تبریک کردن. شعرش هم حتمی ها خاله جان عزیز شعرش هم حتمی تبریک میکنیم. مرحبا. دو تبریک کنیم. السلام علیکم مهمونان عزیز. اکا جون دنگامو اکا جون امروز روزتون از تحت دیر از نام اویلام و نام اویلی من خود تبریک میکنم. روی خوب سلامت کردید. 120 شد. 120 شده که تو به هنگام چویا کشتی کرد دودش نیومدم با نیارکاتون که تو به کپالک شده گرده. در تو همه دنیای نبینیدی بایم سریع هم میکنم با سال سلامت دوگه فرزنده خودتون شده گرده. الان بچه خونویم راهی درو بده گویم همین اینجا بده گویم همه دیدکش به چیه دیده که روی گویم نیاده کشم رسیده کردن کچه خواهد کرد گویم هم بخوشم بایم همون دوباره تنی ساعت خود رکی جمع رحمت کلام بده خودتون رحمت سلامت باشن. امروز روزی خورسندی مبارک. بازمی زیبا را مبارک باد میگیم. حاضر مهمانان عزیز یک انعنه زیباست. الهام جان من بازی گفتن که 42 سال شده است قید نکاح کردن بعد در همون وقتا پارک میبریدیم میدیم وقتی جوانی بعد بریدگی زنان بریدگی بیمان تو بریدگی بده تو میمونه امروز ناو میکنیم اما انعنه یک جای نیت کرده تا کارت‌های تیار کنیم کنیم پیش شما نزدیکتر آورده من در اینجا اعتبار دیم اگر پدرجان برای شما شعرها ام کرده آمده مرحمت یک جایی نیت کرده شیرینی را میبره مرحمت مرحمت خاله جان شما هم دارید نزدیکتر شده مبارک باشد مبارک باشد. البته در اینجا مهمانان هستند. یک تا سخنهای نکویشان را شنویم از مادران عزیز پیششان برای من امروز من خودم از آدرسشون که می‌خواست بدارم همین این خودم باید که ما بدارم روزای نفس بینه همین دخترهای باید برسونده نفس رحمت اشته که مولیت کوی نفس بینه نیوگوی من قلم شد همین رو باید شبه الهی دو رحمت من امروز سکانگام الهام جانم زادرزشان این کسا با امروز روز زادرزشان تبریک مبارک باد می‌نمایم طلبا دولت پاشو کپیل کشه پیرشن پیری با دولت شوند حضوری بچه هاشون نیواراشون بینن نیواره چی بود چیواره بینن نیواره دیدن همه وقت سری دختر رو بپسر رو شما نیواره صاحب سلامت گردن دختر روی رهی دو بوده باشن هم صاحب سلامت گردن صاحب رفته سلامت گشته بیان رحمت خواهد ایلو مکه من امروز نصرتی زادرزتان که درگاهتان را نبرنده شدیم نبیره و خدا و الله جان و لویم همه وقت همیشه در سرخانه سرش پر راسته سر همه با صاف سلامت گردیده کرد همین خدا کنیم که خوشته پیر شده یا شده گردان یا شدون با نجگ آرزوی ایرشو بیده تا کن فقط توی تماشا بگردید صد بدلیده کرد سلامت باشتم
در این جلسه میخواهم از نام فرزندان یکیشان تبریک گویم پدر عزیز را. مرحبا. Assalamu alaikum. Hamma mehmonoi aziz. Ilohi bandagotoma rahmat. Ilohi همین دادیم با عمری دراز می‌توانم ریسکی فراهم می‌توانم الهی دادیم 100 ساله شوم یمو دادیم که قشم دادیم که یمو دادیم قشم پیر شود الهی همه وقت سرمو برداشت کردیم الهی حاجی باشم حاجی آن شوم الهی نبره ایبره ماشون دیده کردن توی تماشا ببینن الهی همینا سوق باشن مانند سوق همینا تیز باشن مانند تیز همه وقت سوق سلامت کردن راهی دور باقی خواهرام الهی سوق سلامت کردن هم نوبر رحمت تبریک باشم با الهی عمرشون دراز شون الهی کجا باشن سوق سلامت باشن یک تا دادرم جایی 100 تا میگیرد الهی سوق سلامت گردد عمری دراز هم تو داده من انم تو که گشتکش با 100 مرد شکر بگم جایی 100 تا میگیرد الهی سوق سلامت گردد عمرش دراز کنم تو که من الهی سوق سلامت گردد این خیلی نندم یک تپسر جایی 10 تا 100 تا میگیرد الهی سوق سلامت گردد الهی همه وقت سوق سلامت دادا جان عمری دراز رزق و فراغ الهی 100 ساله شود وقتی ما با سوق سلامت گردد الهی همه وقت خوش و خرسند گردد دماغتون چاق گردد حاجی با شده گردد الهی سرمو با تاج بری برداشته گردد الهی همه وقت سوق سلامت گردد احمد مبارک باشد زادروز مبارک حاضر در اینجا روزی خرسندی الهام آمد ما همراهی پسراتون ادب شدیم از نام حسین اکا از نام تمام فرزندان گفتن که پدر همچون خورشید و آفتاب زندگی هستند که در شاهراه حیات برای ما روشنی تمام خوشی‌های زندگی را می‌بخشد پدر در تشنگی دریا پدر در تنگی‌ها دنیا پدر دارو پدر درمان پدر در روشنگری دلها پدر هم مشکل آسان است پدر هم مرهمی جان است اگر فرصت کند ما را همان دم چهره خندان است پدر باشد نباشد غم نباشد مشکلات همدم پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم پدر رهبان انسان است چو شب تا روز فروزان است دل افروزی ترنم‌ها پدر جان است پدر جان است الهام من امروزه بزمتان مبارک مولود خجستتان را صمیمانه مبارکباد میگوییم حاضر در روزی خرسندی ارزنده است رقص و بازی کردن از مادران میپرسیم از نبیره ها همراهی امروزه صاحب جشن ها یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم امروزه بزم را دوام میدیم شب آن تاریکه با من باشی عشقا دنیا روانتیکه به یاد تو هر شب راز رو می‌نویسم جای تو قلبم کاری عزیزم شجر من سر من شب و بیا سوی من جای من دلبر من محتاب مشکل شبای من شجر من سر من شب و بیا سوی من جای من دلبر من محتاب مشکل شبای من تاریکه با من باشی عشقا دنیا روانتیکه به یاد تو هر شب راز رو می‌نویسم جای تو قلبم کاری عزیزم شجر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبای من شجر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبای من دنیای غم من به تو عادت کردم وقتی من پیش خدا از تو شکایت کردم
بستنی رویما گوشه رویما سری زیبا عاشقی رویما بستنی رویما گوشه رویما سری زیبا آنان که کهن بودند و آنان که نوند هر یک پس یک دیگر یکایک بشوند این ملک جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند عزیزان هر یک لحظه ها وقتی خود را دارد باید غنیمتی هر پدر مادر را دانیم در این روزهای خرسندی آنها را زیارت کنیم و آنها را تبدیلی آنها را بالا کنیم امروز پدر عزیز را مادر مهربان را شاد کردیم دل آنها را بالا کردیم به زیارت کعبه الله برابر شد گفته نیت میکنیم آرزو میکنیم هر نفرانی که در خارج هستند در مسافرت هستند خود را احتیاط کنید سلامتی پیش از همه آن نعمتی به بهاترین و قیمت بهاترین با ما باشید با شبکه شهنان سلامت باشید جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک
همه دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن پیروزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک عجب داده